قاعده 131 چی هست؟ مکان ارواح در عالم برزخ بفهمیم. امی ارواح که در عالم برزخ هست در کجا می باشن؟ این در بخش‌های مختلف است. ارواح بعضی از اشخاص است که در ملأ الاعلی می باشن. این اشخاص کی هستند؟ پیغمبرها هستند و منازلشان متفاوت است و رسول الله صلی الله علیه و در شب معراج او را دید. پس ارواح پیغمبرها در ملأ الاعلی هست. ارواح از اینا در قبر نیست که تو میری پیش قبر پیغمبر رکوع و سجده میکنی و باز میری برش میگی که الله دعای ما قبول کن چطور کو چنان کو. ارواح از اینا در ملأ الاعلی هست. ارواح شهدا در کجا هست؟ در جاغور پرنده های سبز رنگ. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمود هنگامی که برادرانتان در غزوه احد شهید شدند. این حدیث بسیار ضرور است برای مردم افغانستان ما و شما بفهمیم، چون در قسمت شهدا بسیار مردم افراط میکنن. سعی کنین شهیدا روحشان در کجا هست. تو در قبرها که میری ناقی خدا چی میکنی؟ سرگردان میکنی و بالاخره توسل میکنی و چطور میکنی؟ چنان میکنی؟ حالا ببینید شهیدا رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ شهیدا در کجا هست؟ آیا دمی قبر است که تو میری؟ دمی پیش از قبرایشان میری؟ رسول الله صلی الله علیه و میگه که عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت میکنه و این حدیث صحیح است، حدیث سنن ابی داوود است و شیخ ناصرالدین البانی گفته حدیث حسن است. میگه که هنگامی که برادرانتان در غزوه احد شهید شدن، الله ارواحشان را در بطن پرنده سبز گذاشت. روح از اینا روز شهید در یک بطن یک پرنده سبز می باشه که در جویبارهای جنت سیراب می شود. همین پرنده در جویبارهای جنت آب می نوشه، از میوه های آن می خورند. همین شهدا از جویبارهای جنت همین پرنده یا نقل میتن، میرن میخورن و مینوشن و بر قندیل های از طلا که در سایه های عرش آویزانند برمیگردن. باز این پرنده ها یا در قندیل ها، قندیل یک چراغ کلان که تو گروپ های زیاد میباشه، این پرنده پس اینجا میشینه وقتی که شهدا را میبره در باغچه های جنت. سعی کنین دقیقی حدیث باید خوب بفهمین. پس هنگامی که زیبایی های خوردن، نوشیدن و استراحتشان را استراحت نمودن، احساس نمودن، همین شهدای احد گفتن برای برادران زنده ما کی خبر میدهد که ما در جنت زنده هستیم و رزق میشویم تا از جهاد امتناع نورزند و از جهاد دوری نکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله میفرماید من برایشان این خبر را میدهم. پس شهدا در موجه هستن. الله گفت که من برایشان خبر میدم و این آیت قرآن نازل شد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. شما گمان نکنین کسایی که در راه الله شهید شدن اونا مرده هستند، بل احیاء، بلکه اونا زنده هستند. در کجا؟ عند ربهم یرزقون، اونجا رزق میشن. حالا بعضی کساست که میگی نان بیار و شب که باز روحش پس میایه و باز میگی غوری رو بانو بازی رو میگیره من میخورم و چطور از چنان است، یا دروغ به نام شهید غوری نانو باز خودشان میخورن. فهمیدی یعنی باز میگه غوری شب اول که از بازی شامی رایی کن، باز آخوند صاحب خودش که چلیای خود ششته او را دروغ میخورن، روح شهید میخورن. شهید در جنت اعلام میته میجه پیش سعی کنه بعضی کسایی که افراد میکنه. سوم قسم ارواح خارج بهشت هستن. یک تعداد از ارواح هستن که یا در دان دروازه بهشت قید هستن، در بهشت داخل شدن نمیتونن، تا دروازه بهشت میرن. سبحان الله. از محمد ابن عبدالله ابن جحش روایت است که مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و آمد و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و چی گونه خواهم شد اگر در راه الله کشته شوم؟ فرمود رسول الله صلی الله علیه و گفت که مستحق جنت میشی. هنگامی که آن شخص رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش صدا کرد که مگر این که قرضدار باشی. همکنون جبریل این خبر را برای من آورد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که گفت که تو در جنت هستی، جبریل امین آمد. این حدیث مسند امام احمد ابن حنبل است.
متوجه هستین؟ و در ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل و دیگر کتاب ناصرالدین الالبانی گفته که حدیث صحیح است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای از شخص خبر داد که اگر تو در راه الله شهید شوی تو چی می باشی؟ تو در جنت هستی. لکن برش گفت که امیال برای من جبریل آمد و برش گفت که رسول الله صلی الله علیه و مطلقا نگو، برش بگو که اگر قرضدار باشی باز در جنت رفتن نمیتونی. در دان دروازه در روایت دیگه میگه که باز شهدایی که قرضدار میباشن ارواحشان در دان دروازه جنت استاد میباشن به خاطر قرضداری دین داریش. چهارم حبس در قبرها. بعضی ارواح هست که در قبرها و در زمین چی است؟ بعضی از ارواح هست که در قبر کسایی که مقام شهادت و نبوت اینیا را ندارن، اینیا بعضی کسایی هستن که ارواحشان باز در قبرهایشان بندی هست. متوجه هست؟ بندی هست. او که شهید است او خب اونایی که شهید هستن روحشان خب اون جاهگاهش معلوم شد، از پیغمبران معلوم شد. اینی دیگه مردمایی که مقام از اینا ندارن باز ارواحشان به اساس گناهایشان و اشتباهاتشان در زمین حبس می باشن در قبرهایشان. پنجم قسم است که کسایی هستند که در تنور زناکارا محبوس می باشن. الله نجات بده. امام بخاری در یک حدیث 1386 میگه که سموره ابن جندب رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و بعد از نماز صبح میخواند روی خود به طرف ما میکرد و پرسان میکرد که دین شب کس از شما خواب دیده؟ یک روز باز رسول الله صلی الله علیه و اومد و حسب عادت پرسان کرد کسی خواب از شما دیده است؟ باز رسول الله صلی الله علیه و دیگه را گفتن ما ندیدیم. باز رسول الله صلی الله علیه و یک حدیث بسیار طویل است که باز ای در قسمت از او ذکر میکنه که کسی در عالم برزخ نشانش داده که چی است؟ یک کسی با سنگ کوپیده میشد، کسی بود که او را کسی است که علم و معارف قرآن داده شده اما به او عمل نمیکرد. دین یاد داره لکن عمل نمیکنن، تمام شب خواست و تمام روزم در چکر. و بعضی کسایی است که مثلا در تنور زناکارا میباشه، کسایی که زنا میکنن در عالم برزخ در تنور زناکارا میباشن. و شخص دیگه است که در نهر خون است، این غطور است در قبر خود، این سودخور است. حدیث بسیار طویل است، من نمیتونم بخونم کلشه به خاطر وقت ما ختم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب